سخن کشتی و معنی همچو دریا، درآ زوتر که تا کشتی برانم. به سومین قسمت پادکست اوسنه خیلی خیلی خوش اومدید. همچنان در هفت پیکر نظامی هستیم و این بار یک قصه شنیدنی دیگر رو از این منظومه جاودان براتون نقل میکنم. قصه بانوی حصاری از زبان دختر اقلیم چهارم در روز سه‌شنبه در گنبد سرخ. روزگاری در ولایت روس شهر بسیار خوب و زیبایی بود که پادشاهی اونجا حکمرانی می‌کرد. این پادشاه دختر بسیار زیبا و دلفریب و همه چی تمومی داشت. این دختر قصه ما علاوه بر زیبایی و کمالات ظاهری به قول معروف از هر انگشتش یه هنر می‌ریخت. یکی از این هنرها که دختر بسیار در اون ماهر بود، فن و هنر سحر و جادو بود. آوازه زیبایی و هنرمندی این دختر در همه دنیا پیچیده بود و به همین خاطر افراد زیادی سودای داشتن این دختر رو در سر می‌پروروندند. هر کسی به نوع خودش تلاش می‌کرد تا این دختر رو به دست بیاره. یکی به زر، دیگری به زور. اما این بانو میل و رغبتی به ازدواج نداشت و از این همه خواستگار و خواهان و خواهش خسته شده بود. عجب واجرایی خیلی داشتم. بگذاریم. پیش خودش فکر چاره کرد. گشت و یک کوه بسیار بلند در اون ولایت پیدا کرد و دستور داد روی قله اون کوه حصار یا قلعه‌ای بسازن. دختر خوب روی خلوت ساز، دست خواهندگان چو دید دراز، جست کوهی در آن دیار بلند، دور چون دور آسمان ز گزند. داد کردن بر او حصاری چست، گفتی از مغز کوه کوهی رست. گفتی از مغز کوه کوهی رست یعنی انگار بر اون نوک کوه یک کوه دیگه ای، منظور اون قلعه بزرگ رو بنا کرده بودن. پس از پدرش خواهشی کرد و کسب اجازه کرد که بره و به تنهایی در اون قلعه زندگی کنه. پدر مهربونش گرچه از دوری اون رنجور و ناراحت می شد، اما این اجازه رو به دخترش داد. چون بدان محکمی حصاری بست، رفت و چون گنج در حصار نشست. گنج او چون در استواری شد، نام او بانوی حصاری شد. خب وقتی اون دختر رفت و در اون قلعه ساکن شد، به بانوی حصاری معروف شد. بانوی قصه ما چون در اون قلعه ساکن شد و آروم گرفت، تصمیم گرفت چاره‌ای بیاندیشه تا هر کسی نتونه به اون قلعه برسه. گفتیم که این دختر آشنا به علوم سحر و جادو و رازهای نهانی دنیا بود. پس کرد در راه آن حصار بلند، از سر زیرکی طلسمی چند. پیکر هر طلسم از آهن و سنگ، هر یکی دشنه‌ای گرفته به چنگ. هر که رفتی بدان گذرگه بیم، گشتی از زخم تیغ‌ها به دو نیم. خب این دختر خانم در مسیر این قلعه از پایین کوه تا قله طلسم‌ها و جادوهایی قرار داد که هر کسی قصد عبور از اون مسیر رو داشت، توسط اون طلسم‌های آهنی از وسط به دو نیم میشد. جز یه نفر که اون کنیز و غلام دختر بود و در اون قلعه سکونت داشت. تازه اون هم وقت عبور از محل این طلسم‌ها خیلی آهسته و با دقت گام برمی داشت که مبادا خطا کنه و سرش از تنش جدا بشه. گر یکی پی غلط شدی ز صدش، اوفتادی سرش ز کال بدش. این طلسم ها یه بخش کار بود. اگه کسی میتونست از اونا جون سالم به در ببره و به قلعه برسه، راهی برای ورود به اون قلعه پیدا نمی‌کرد. چرا؟ چون در اون حصار مخفی بود و هیچ کس نمیتونست اون رو پیدا کنه. در آن بارک آسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. گردویدی مهندسی یک ماه، بر درش چون فلک نبردی راه.
گفتیم که این بانو از هر انگشتش یه هنر میریخت. یکی دیگه از این هنرها هنر و فن نقاشی بود که بسیار در این هنر هم حرفه‌ای و چیره دست بود. روزی بر روی پرندی یا پارچه گرانبها و سپیدی طرح و پیکر خودش رو به زیبایی هرچه تمام‌تر کشید و در زیر اون تصویر با خطی خوش نوشت که از جهان هر کرا که هوای من است، با چنین قلعه‌ای که جای من است، گوچ و پروانه در نظاره نور پای درنه، سخن مگو از دور. بر چنین قلعه مرد یابد بار، نیست نامرد را در این دز کار. دز یعنی قلعه. یعنی هر کس که آرزوی من رو در سر داره باید پا پیش بذاره و به این قلعه یه جوری راه پیدا کنه. این که از دور میگه من رو میخواد برای من فایده‌ای نداره. بعد ادامه داد که هر کسی من رو میخواد باید 4 شرط مهم رو داشته باشه. شرط اول در این زناشویی نیک نامی شده است و نیکویی. شرط اول اینه که انسان نیکو سرشت و خوشنامی باشه. دومین شرط آن که از سر رای گردد این راه را طلسم گشای. شرط دومم اینه که بتونه از این طلسم ها به سلامت عبور کنه. سومین شرط آن که از پیوند چون گشاید طلسم ها را بند، در این دز نشان دهد که کدام، تازه در جفت من شود نزبام. سومین شرط هم که این خانوم گذاشته بود این بود که وقتی اون نفر طلسم ها رو رد کرد بگرده و در این قلعه رو پیدا کنه. چهارمین شرط اگر به جا یارد، ره سوی شهر زیر پا یارد. تا من آیم به بارگاه پدر، پرسم از وی حدیث های هنر. گر جوابم دهد چنان که سزاست، خواهم او را چنان که شرط وفاست. و گفت چهارمین شرط اینه که وقتی در رو پیدا کرد برگرده پایین و بره به شهر. بعد 1-2 روز من برمیگردم به قصر پدرم و از اون سوالاتی میپرسم. تازه اگه اون مرد از این مراحل عبور کنه، زنده بمونه و برگرده پایین، اگه این سوالات رو جواب بده، اون وقت دختر اون مرد رو به همسری میپذیره و اگه هم نتونه به سوالاش جواب بده، خون طرف به گردن خودشه. وان که زین شرط بگذرد تن او، خون بی شرط او به گردن او. وقتی اینها رو بر زیر اون تصویر نوشت، اون پارچه رو به دست اون کنیزش داد و گفت برو این تصویر رو بر سردر ورودی شهر آویزون کن تا هر کسی هوس و آرزوی همسری من رو در سر داشته باشه دل به دریا بزنه و این 4 شرط رو به جا بیاره که یا به خواستش میرسه یا میمیره. تازه شهری و لشکری هر کس کفتدش بر چو من عروس هوس، به چون این شرط راه برگیرد یا شود میر قلعه یا میرد. کنیزک اون تصویر رو برداشت و از کوه پایین رفت و تصویر زیبارو رو بر دروازه شهر آویزون کرد. هر کسی تصویر اون دختر زیبا رو میدید هوس میکرد بره به دل خطر بزنه و زیباروی قصه ما رو به دست بیاره. آوازه این قصه به گوش شهرهای دیگه هم رسید و مردم از اطراف هم اومدن تا شانس خودشون رو امتحان کنن. اما هر کی پای در این مسیر میگذاشت جون خودش رو از دست میداد. بر تمنای آن حدیث گزاف، سر نهادند مردم از اطراف. هر کس از گرمی جوانی خیش، داد برباد زندگانی خیش. هیچ کوشنده‌ای به چاره و رای، نشد آن قلعه را طلسم گشای. هیچ کس نتونست اون طلسم ها رو به قول معروف بشکنه و راه به قلعه پیدا کنه. حتی افرادی بودند که یه ذره سحر و جادو بلد بودن، 1-2 تا طلسم رو رد کردن، اما در طلسم های بعدی گرفتار شدن و جونشون رو از دست دادند. خلاصه اونقدر افراد زیادی در این راه سر خودشون رو از دست دادند که این سرها رو به هم بستند و از دروازه شهر آویزون کردند. هر سری که از سران بریدندی، به در شهر برکشیدندی. تازه بس سر که شد بریده به قهر، کله بر کله بسته شد در شهر. بله،
از بزرگان پادشاه زاده پسر جوان و دلیر و خوب و برومندی بود که به شکار می پرداخت. روز این پسر جوان برای شکار به دشت رفته بود که به دروازه شهر رسید و تصویر اون دختر رو بر پرند دید و در لحظه یک دل نه صد دل عاشقش شد. در کنار اون تصویر چشمش همچنین به اون سرهای بریده و به بند کشیده شده هم افتاد و با خودش گفت از این گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز، گر دلم زین هوس به در نشود سر شود وین هوس سر نشود. گوهر نهنگاویز یعنی گوهر گرانبهایی که مثلا از گردن نهنگی آویزونه و به دست آوردنش خطرهای بسیاری داره. با خودش گفت خب من چجوری از این گوهر گرانبها دل بکنم و از طرفی اگه این هوس از سرم بیرون نره سرم رو از دست میدم و من هم مثل بقیه اینها میمیرم. بعد پیش خودش گفت تنها راه مقابله و شکست این طلسم ها فقط و فقط سحر و جادویه. پیش افسون چنان پری نتوان رفت بی فسونگری. اینا رو با خودش گفت و اندوهگین شد و رفت. از این میل و رغبتش به کسی چیزی نگفت، اما دلش بد جوری پیش اون زیبارو گیر کرده بود و روز و شب شده بود آرزوی اون زیبارو. روز و شب بود با دلی پرسوز، نه شبش شب بود و نه روزش روز. هر سحرگه با آرزوی تمام، تا در شهر برگرفتی گام. دیدیان پیکر نوآیین را، گور فرهاد و قصر شیرین را. همچنین این پسر در فکر این بود که چطور راه چاره‌ای پیدا کنه تا اینکه خبر رسید یه پیر خردمندی وجود داره که شاید بتونه کمکش کنه. تا خبر یافت از خردمندی، دیوبندی، فرشته پیوندی، در همه توسنی کشیده لگام، به همه دانشی رسیده تمام. مردی که به همه دانش‌ها دست یافته بود و هر در بسته‌ای رو میتونست باز کنه. جوان کوه به کوه گشت و بالاخره اون مرد رو در غاری پیدا کرد و با درخواست و التماس شاگرد اون مرد شد. چون از آن چشمه بهره یافت بسی، برزد از راز خیشتن نفسی. زان پریروی و آن حصار بلند، وان که زو خلق را رسیده گزند. وقتی کمی از اون مرد هنر و فن و علم آموخت، بالاخره راز دلش رو به اون گفت و همچنین از اون دختر حصارنشین و اون همه افرادی که جونشون رو در راه اون از دست داده بودند برای مرد صحبت کرد. جمله در پیش فیلسوف کهن، گفت و پنهان نداشت هیچ سخن. هر چیزی که بود رو برای پیرمرد تعریف کرد. فیلسوف از حسابهای نهفت، هر چه در خورد بود با او گفت. چون شدان چاره جوی چاره شناس، باز پس گشت با 1000 سپاس. مرد خردمند هم هر چی لازم بود رو به اون جوان گفت و آموخت و وقتی جوان چیزهایی رو که لازم داشت آموخت، از مرد تشکر کرد و به راه افتاد و برگشت به شهر و دیار خودش. چند روزی آروم و قرار گرفت و ابزار و وسایلی رو که برای این کار لازم داشت فراهم کرد. سپس از تمام اون ساحران و مرتازان اون خطه درخواست کمک کرد. به نوعی انرژی اونها رو خواست. بعد جامعی تمام سرخ رنگ پوشید به نشانه دادخواهی از این همه خونی که ریخته شده بود. سپس آرزوی خود از میان برداشت، بانگ تشنیع از جهان برداشت. گفت رنج از برای خودم نبرم، بلکه خونخواه 100,000 سرم. یا ز سرها گشایم این چنبر، یا سر خیشتن کنم در سر. آرزو و خواسته و نیت خودش رو به طور آشکار با مردم در میون گذاشت و گفت هدف من از این کار سود و میل شخصی و عشق و عاشقی نیست. من برای خونخواهی این سرهای بریده این کار رو میکنم. یا بالاخره این رشته این سرهای بریده رو باز میکنم، یا که نه، سر من هم به اینها میپیونده و به این رشته اضافه میکنه. هر کسی از نیت اون با خبر شد به اون پیوست و انرژی و توجه خودش رو بدرقه راه اون جوون کرد.
هر که این شغل یافت آگاهی، کامد آن شیر دل به خونخواهی، همت کارگر بدان در بست، کو بدان کار زود یابد دست. همت خلق و رای روشن او، درع پولاد گشت بر تن او. انرژی مردم و نیت پاک جوان، همچون زره پولادی بر جسم و روح اون شد. وانگهی بر طریق معذوری، خواست از شاه شهر دستوری. از شاه شهر اجازه گرفت و راهی حصار شد. چون به نزدیک آن طلسم رسید، رخنه ای کرد و رقیه ای بدمید. رقیه یعنی افسون و سحر. همه ی نیرنگ آن طلسم بکند، برگشاد آن طلسم را پیوند. هر طلسمی که دید بر سر راه، همه را چنبر اوفکند به چاه. چون به طلسم ها رسید، با افسون و جادو طلسم ها را از کار انداخت و از پیش پا برداشت و به قلعه رسید و در پی پیدا کردن در نامرئی و مخفی حصار شد. به نظرتون ساده ترین راه برای پیدا کردن این در مخفی چی میتونه باشه؟ بهش فکر کنید، زود برمیگردیم. بر در آن حصار شد در حال، دهلی را کشید زیر دوال. وان صدا را به گرد بارو جست، کند چون جای کنده بود درست. چون صدا رخنه را کلید آمد، از سر رخنه در پدید آمد. خب مشخص شد که جوان قصه ما چطور با زیرکی در رو پیدا کرد. دهلی به دست گرفت و شروع به نواختن کرد و گرد اون قلعه حرکت کرد. هر جایی که متوجه شد صدا از جاهای دیگه متفاوته، فهمید که پشت اونجا خالیه و در اونجاست. پس شروع کرد به کندن و در رو پیدا کرد و به این ترتیب این مرحله رو هم رد کرد. بانوی حصار نشین که فهمید یه نفر تا این مرحله رسیده، کنیزش رو فرستاد و بهش گفت به اون مرد بگو حالا که به اینجا رسیدی و در رو هم پیدا کردی، برو سوی شهر، صبر کن یکی دو روزی تا من بیام و تو رو آزمایش کنم. چون گشادی طلسم را نخست، در گنجینه یافتی به درست. سر سوی شهر کن چو آب روان، صابری کن 2 روز اگر بتوان. تا من آیم به بارگاه پدر، آزمایش کنم تو را بهتر. پرسم از تو 4 چیز نهفت، گر نهفته جواب دانی گفت. با تو هم دوستی یگانه شود، شغل و پیوند بی بهانه شود. مشخص شد آزمایش 4 هم 4 سؤال سخت و پنهانی و رازآلود بود که اگه اینها رو جواب میداد اون وقت به همسری مرد جوان در می اومد. مرد چون دید کامگاری خیش، روی پس کرد و ره گرفت به پیش. چون به شهر آمد از حصار بلند، از در شهر برکشید پرند. جمله سرها که بود بر در شهر، از رسنها فرو گرفت به قهر. شد سوی خانه با 1000 درود، مطرب آورد و برکشید سرود. جوان به شهر اومد و اولین کاری که کرد این بود که تصویر دختر رو از دروازه شهر پایین کشید. بعد سرهای بریده رو جمع کرد و به همراه بدنشون به خاک سپرد. در نهایت جشن و پایکوبی به راه انداخت و مردم هم ازش به گرمی استقبال کردند. مردم قسم خوردند که اگه شاه اجازه این پیوند رو نده، علیهش اقدام میکنیم و این مرد جوون رو به جای اون بر تخت پادشاهی میشونیم. و از دگر سو عروس زیباروی، شادمان شد به خواستاری شوی. دختر قصه ما هم بالاخره لبخندی زد و در ته دلش شاد شد که در نهایت
مرد مورد نظرش رو پیدا کرده. از حصار پایین اومد و به قصر برگشت و هرچه بر او در این مدت گذشته بود رو برای پدر تعریف کرد. همچنین قصه و سرگذشت اون مرد جوان رو که چطور اون طلسم ها رو رد کرده بود و در رو پیدا کرده بود رو هم برای پدرش تعریف کرد. و گفت یه شرط چهارم هم هست که این مرد باید به جا بیاره. شاه گفتا که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنند نه 20. پدرش گفت عزیزم، آدمای خوب 1 2 تا 3 تا شرط میکنن نه 20 تا. چه خبره؟ چرا اذیت میکنی مردم رو؟ حالا بهم بگو این شرط چهارم چیه؟ نوش لب گفت 4 مشکل سخت پرسم از وی به رهنمونی بخت. گر بدو مشکلم گشاده شود تاج بر تارکش نهاده شود. ور در این ره خرش فرو ماند خرگه آنجا زند که او داند. دخترم گفت بابا چیز خاصی نیست، 4 تا سوال سخت میخوام بپرسم که اگه جواب بده همسرش میشم و اگه نتونم بره پی کارش. روز بعد شد و پادشاه پسر رو به کاخ فراخوند. سفره بسیار بزرگ و پرباری پهن کردند و شروع کردند به خوردن و نوشیدن. سپس پادشاه پسر رو به جای خودش نشوند و رفت کنار دخترش در پس پرده‌ای نشست. بریم سراغ سوالات عجیب و غریب و رازآمیز این دختر. از بناگوش خود 2 لؤلؤی خرد برگشاد و به خازنی بسپرد. کین به مهمان ما رسان به شتاب چون رسانیده شد بیار جواب. دختر از گوش خودش 2 تا مروارید رو باز کرد، به یه نگهبانی داد و گفت این رو برو به مهمان ما بده و جوابش رو برای من بیار. مرد اون 2 مروارید رو گرفت و سنجید و 3 جواهر دیگر رو هم در حد و اندازه اونها بهشون اضافه کرد و به نگهبان داد تا به دختر برسونه. سنگ دل چون که دید لؤلؤ 5 سنگ برداشت گشت لؤلؤ سنج. چون کم و بیش دیدشان به عیار هم بران سنگ سودشان چو غبار. سنگ دل اینجا منظور اون دختر است. وقتی این دختر قصه ما 5 مروارید رو دید که اون قاصد برگردوند، بررسیشون کرد، عیارشون رو سنجید و بعد با سنگی همه اونها رو پودر کرد و در نهایت با شکر مخلوط کرد و داد به دست قاصد تا به دست مرد جوان برسونه. مرد جوان اونها رو که دید سریعا نکته رو گرفت و درخواست شیر کرد. اون مرواریدهای پودر شده همراه با شکر رو در شیر ریخت و به دست قاصد داد تا به دختر برسونه. بانو آن شیر برگرفت و بخورد وان چه زو مانده بود خمیر بکرد. زیبارو هم اون جام رو گرفت و شیر رو نوشید و باقی مونده رو خمیر کرد. سپس وزنشون کرد و با وزن ابتدایی مقایسه کرد. دید حتی یه پر کاه هم از وزنشون کم نشده. حالی انگشتری گشاد ز دست داد تا برد پیک راه پرست. مرد بخرد ستود ز دست کنیز پس در انگشت کرد و داشت عزیز. دخترک انگشتری از انگشتش در آورد و به اون پیک داد. مرد انگشتر رو از پیک گرفت و در انگشتش کرد و در جواب یک در یا گوهر بسیار گرانبها رو برای دختر فرستاد. بانو آن در نهاد بر کف دست عقد خود را ز یکدیگر بگسست. تا دری یافت هم طویله آن شب چراغی هم از قبیله آن. دختر اون گوهر رو به کف دست گرفت و بررسیش کرد و سپس گردنبند خودش رو باز کرد و از گردنبندش یک گوهر هم ارزش و هم تراز با اون گوهر رو پیدا کرد و این 2 رو به بندی کشید و فرستاد برای مرد. مرد 2 گوهر رو بررسی کرد و فرقی بین این 2 ندید. از غلامان مهره فیروزه‌ای رنگی رو درخواست کرد. اون مهره رو در کنار اون 2 گوهر گرانبها قرار داد و فرستاد برای زن.
مهربانش چو مهره با دردید، مهر بر لب نهاد و خوش خندید. ستودان مهره و در از سر هوش، مهره در دست بست و در در گوش. بله، دختر که اون مهره فیروزه‌ای رنگ یا ازرق رنگ رو با درها دید، لبخند رضایت زد و مهره رو به دست بست و اون دو لؤلؤ یا اون در رو به گوشش آویخت. با پدر گفت خیز و کار بساز، بس که بر بخت خیش کردم ناز. بخت من بین چگونه یار من است، کین چنین یاری اختیار من است. همسری یافتم که همسر او، نیست کس در دیار و کشور او. دختر رضایت رو به پدرش داد که به همسری اون مرد در بیاد. پدر پرسید عزیز من، بگو رازگشایی کن که این سوال و جواب چه معمایی بود، ما که چیزی نفهمیدیم. آنچه من دیدم از سوال و جواب، روی پوشیده بود زیر نقاب. هرچه رفت از حدیثهای نهفت، یک به یک با منت بباید گفت. دخترک هم توضیح داد که اون اول که دو لؤلؤ رو از گوش باز کردم و فرستادم، منظورم این بود که عمر 2 روزه رو دریاب که زود میگذره. اون مرد که 3 تا به اون 2 تا اضافه کرد، منظورش این بود که اگه 5 روز هم باشه باز هم زود میگذره و من میخوام در هر صورت از زندگیم و حضور تو استفاده کنم و لذت ببرم. دوم که من مرواریدها رو پودر کردم و با شکر مخلوط کردم و برای اون فرستادم، منظورم این بود که این روزهای عمر که با شهوت و بدی و زشتی آلوده شده رو چطور میشه از هم جدا کرد و پاک زندگی کرد. مرد اون پودر رو با شیر آمیخت و چون شکر در شیر حل میشه، من محلول رو خوردم و چیزی که موند باز همون مروارید بود و به نوعی به من فهموند که ارزش‌ها و داشته‌های خوبی در زندگی هست که میشه با اونها زشتی‌ها و پلیدی‌ها رو از زندگی جدا کرد. وقتی هم که انگشتر رو فرستادم، یعنی به ازدواج با اون رضایت دادم و وقتی اون در جواب چنان گوهر گرانبهایی رو فرستاد، منظورش این بود که مثل من در جهان گوهری پیدا نمی کنی. وان که انگشتری فرستادم، به نکاح خودش رضا دادم. او که داد آن گوهر نهانی، گفت که چو گوهر مرا نیابی جفت. منم که به اون گوهری از گردنم اضافه کردم، نشون دادم که منم همسان و جفت او هستم. او که در جستجوی آن 2 گوهر، سومی در جهان ندید دگر، مهره ازرق آورید به دست و از پی چشم بد در ایشان بست. اون هم که مثل و مانند اون 2 گوهر رو نیافت، برای دوری از گزند چشم بد مهره ازرق رنگ یا آبی کبود بهشون اضافه کرد و من اون مهره رو به سینه بستم، به نشان این که مهر او بر دل من همانند گنجی تا ابد نهاده شده. پادشاه که این رازها رو دریافت، دست اون 2 جوان رو به دست هم داد و پیوند زناشوییشون رو برقرار کرد. قصه بسیار زیبایی بود. امیدوارم شما هم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. کمی‌ها و کاستی‌ها رو لطفاً بر من ببخشید و هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه که میتونه کار رو بهتر کنه و عیب و نقص‌ها رو بپوشونه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی، چه تلگرام چه از طریق کامنت گذاری در کست باکس یا اپلیکیشن نوار، به من گوشزد کنید برای بهتر شدن کیفیت کار. ازتون بسیار سپاسگزارم. تا اوسنه دیگه، بدرود.